چیه دستت گرفتی؟ ایو رو بیا بده من. دیدی خطرناک بود؟ بده من. دماغتو باش گرفتی؟ بابا داد؟ نباید بده. بده من اون خطرناکه. بده دماغتو باش بگیری کندی ها. بده من. اونو بده ماما. بیا. بده من اون خطرناکه. بابا بگیر ازش. من دماغشو الان گرفته بود باش. بده اینو برم اونو باز کنم. تفنگت کجا؟ اینو خراب کردی باز. نه دیوارو نباید اینجوری کنیم. خراب میشه مال مردمه. حاج خانم. بده الان حاج خانم داره میاد. آفرین پسرم میده به بابا. آفرین بده بابا. بده دست بزنی. الان اون به چه دردتون میخوره بابا؟ میخوای چیکار کنی؟ ها؟ بگو میخوای چیکار کنی؟ چی رو میخوای پیس کنی؟ ها؟ پاشو نشون بده ببینم. نه اون برای اون نیست که بابا. اونو میگیرم با یه چیزی. اون مال باباییه. وسایل باباییه. نباید شما دست بزنی. الان دماغتو میگیری باش. دماغتی گرفته بود. نیم چه دماغ داری همونم با اون بگی بکن. خب نباید این کار بکنی. خراب میشه. دیوار خراب میکنه. حاج خانم میاد دعوا میکنه. میگه اینجوری میکنه. ببین میگه این چه کاری بود کردی؟ کار نیوش. بده بابا جون اونو. بده بابا جون. بگو بفرمایین بابا جون. جان چی این؟ خب نه این کار داشته. نباید کار بخونی. بله نگم نکن. صبر کن بذار درست کنم بدم. خب بیا درست کن بده به ماما. خب اونو درست کن بده به ماما. آفرین. یه ذره دیگه بزن ببین زد درست شد. نه یه بار دیگه چیز کن. آفرین. بدی به ماما. تمام شد بدی به ماما. خب بابا رو ببین. تموم کردی اینو بدی به مامان باشه. آفرین.